السلام علیکم مهمانان گرامی قدر، حاضرین گرامی. من بیژن رسولزاده، سرژانت کلانی ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت شهر اسفره قسم حربی 0215 که عین حال خدمت مادر وطن را قرض شهروندی خود دانسته پس از ختم دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان اختیاراً داخل شده با سر بلند خدمت را به اتمام رسانیده ایستادم. با شرافت پیشوای معظم ملتمان اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان سنه 13 مارس سال 2025 سازشنامه دوستی در انتظار تاجیکستان و قرقیزستان به امضا رسید. باید ما جوانان به همین زحمت‌های شبانه روزه پیشوای معظم ملت برسیم و قرض شهروندی خود را ذره باشد برای حفظ وطن اجرا نماییم. من همچون سرباز به جوانان مراجعت کرده میگویم که وطن را نه بلکه با زبان بلکه با امر وجدان باید دوست داشت. امروز در صف قوه‌های مسلح کشور ما برای ما سربازان تمام شرایط‌های خوب فراهم آورده شده. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یکتاست، تاجیکستان یکتاست. سپاسگزارم. سخن با مادر سرباز همرای و مدینه خان. راستی وقتی من به خدمت حربی رفته بودم 64 کیلو بودم، انیقش حاضر 76 کیلو. امروز در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان به حد همه شرایط ها برای ما سربازان فراهم آورده شده است. 3 محل خوراک گرم. باور کنید وقتی در خدمت به صف قوای مسلح میآید خدمت میکنید، بعضی ما دیگر این خدمت ما بود شده است، دیگر دلمون نمیخواهد که رویم. 3 محل خوراک گرم، جای خوب این است، بیاد شرایط ها خوب است. امروز شکری پیشوای معظم ملت، شکری وطنی آباد و آسوده ما به پیشوای ملت و به وطن ما صادقانه خدمت میکنیم.